همیشه طرح‌های مختلفی برای کشاورزی یا باغداری یا گلخنه‌داری ارائه شده و توسط محققین روز به روز بیشتر کشف میشه. ولی هر طرحی مناسب یک منطقه است. مثلا گلخنه‌هایی که پشت سر من می‌بینید که اصطلاحاً بهشون میگن گلخانه‌های کوچک مقیاسی و خورشیدی، مناسب مناطقی هستند که دسترسی به آب و برق و گاز و نیروی انسانی و مسائل این چنینی که مراقبت‌های ویژه توشون کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. طرح پرورش انگور گلخانه‌ای که سال‌هاست ارائه شده و معرفی میشه به کشاورزان و باغداران، یکی از اون طرح‌های خوبه که میتونه به کشاورزها کمک کنه که وقت کمتری رو صرفش کنن، چون وقتی که احداث بشه و انگور به شروع کنه دیگه به خودش بزرگ شدن و محصول دادن و رشد کردن، آن مراقبت آنچنانی و نگهداری آنچنانی نداره. ولی از همه مهمتر اینه که نیروی انسانی خیلی کمی میخواد نسبت به بقیه محصولات تولید گلخانه‌ای مثل خیار و گوجه و اینجور چیزا. و مسئله بهتری که داره اینه که بازارپذیر یا رقابتی با دیگر محصولات نداره، یعنی مشتری خاص خودشو داره و وقتی که این انگور زودتر به بازار میرسه گرونتر به دست مشتری میرسه و یک میوه نوبره است. از قدیم گفته بودن یه چیزی که گرونم گفتن مگه نوبرش آورد. بله، این طرح نوبرانه است و باعث میشه که ما محصولی داشته باشیم که نه تنها رقیب بقیه کشاورزان نباشه بلکه یک محصول نوبرانه باشه. به دوستانی که زمین کمی دارن یا وقت کمی دارن یا آب و گاز و تجهیزاتی که توی گلخونه‌های دیگه لازم هست بهشون دسترسی ندارن، پیشنهاد می‌کنیم که گلخونه‌های طرح پرورش انگور یا درخت داخل گلخانه را حتما انجام بدن. یکی دیگر از این محصولات یا یکی دیگر از این طرح‌هایی که درخت یا گلخونه پرورش میدن، پرورش لیمو ترشه. خب میدونید که امسال دیگه لیمو ترش به قیمتی حدود 400,000 تومان هم رسید. اگه بتونیم یه درخت لیمو ترش توی گلخونه داشته باشیم و اون گلخونه مدیریت شده باشه، حالا دسترسی به منابع گرم کننده هم داشته باشیم، 4 فصل سال لیمو ترش برداشت می‌کنیم. حتما لازم نیست ما بریم خیار و گوجه و فلفل دلمه یا محصولات دیگه گلخنه‌ای بکاریم تا به سود برسیم. اگه بتونیم درست محصولمون رو انتخاب کنیم، با کمترین انرژی، با کمترین هزینه و با وقتی که می‌ذاریم و نیروی انسانی کمی که لازم داره، میتونیم سود بسیار خوبی را داشته باشیم. اینجا کانال پرورش انگور گلخنه‌ای. سوالی داشتید بپرسید تا من به سوالاتتون جواب بدم. خدا نگهدار.